أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءالله برادرها همش پیوست شوند، بعد به درس امروزه شروع میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرفهای قلقله انشاءالله، درباره حرفهای قلقله مثال ها میاریم و درس امروزه را میگذاریم انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تیار بشوید انشاءالله، حاضر برادرها همش پیوست شوند، درس را آغاز میکنیم. چون هر دفعه پیش از درس انشاءالله یک حدیث را میخونیم تا برادران پیوست شدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس یک حرف از این کتاب الهی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حدیث امروزه را میخونیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کس از این کتاب الهی، یعنی از این کتاب قرآن، یک حرف بخواند، یک نیکی، یک پاداش بر او نوشته می شود و این نیکی، این پاداش به 10 مراتبه یعنی که زیاد کرده می شود، یعنی که درجهش، ثوابش به 10 مراتبه ضرب کرده می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوام حدیث می گویند که من نمی گویم که الف لام میم یک حرف است، یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف است. ببینید برادران عزیز چقدر، یعنی که وقتی که شما یک سوره از قرآن میخونید، در هر یک حرف به شما یک پاداش نوشته می شود و این پاداش ممکن است که به 10 مراتبه ضرب زده شود. یعنی در هر یک حرف شما می توانید 10 پاداش بگیرید موافق این حدیث، و این وابسته از اخلاص هر یکی ما و شماست. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و این پاداش ها در رمضان باز بسیارتر کرده می شود، که ممکن است که در یک پاداش 700 درجه، 700 مراتبه بسیارتر ثواب بنویسند، تا 700 را و از این زیاد ها اگر خداوند بخواهد می نویسد، و این وابسته به اخلاص ما و شماست. بنابراین ما باید هر آن عملی که میکنیم با اخلاص باشد، تنها برای او الله سبحانه و تعالی باشد، نه برای خود نشاندهی، نه برای ریا، نه برای یگان منفعت این دنیا، بلکه تنها برای الله باشد. و انشاءالله الله خودش اجرش را به ما میدهد. چون ما باید در همه عمل باید اخلاصی به الله سبحانه و تعالی در این عمل داشته باشیم، تنها برای راضی او این کار را انجام بدهیم. ولیکن اگر کسی از شما قرآن را بخواند تا اینکه مردم آن را تعریف بکنند یا تا اینکه یگان منفعت این دنیا را به دست آورد، بداند که
روز قیامت این قرآن به چنین شخصان بر ضد چنین شخصان گواهی می‌دهد، چون اینها قرآن را استفاده بردن نه برای رضای خدا بلکه برای مال این دنیا، یا که برای ریا، برای خود نشاندهی، یا که برای دیگر چیز. به همین سبب برادران حرکت بکنیم که هر آن عملی میکنیم، چی قرآن خوانی باشد، چی نماز باشد، چی روزه باشد، چی زکات، چی عملی که نباشد، باید یکم ما این را بدونیم که تنها برای الله سبحانه و تعالی، تنها برازگی الله سبحانه و تعالی این عمل را من اجرا کرده ایستادم. باید چنین نیت را داشته باشیم، چون شیطان در همه حالت میخواهد که ما را فریب بدهد. وقتی که شما قرآن را میکشادید و میخواهید تلاوت بکنید، شیطان که وسوسه میکند که مردم شیستن گوش دارن، شروعتر بخوان تا تعریف بکنن، چون این وسوسه ها میشد. و باید ما بر ضد این وسوسه ها چی کنیم؟ گویم که من تنها برای رازگی خداوند قرآن را میخوانم و دیگر عمل های فرضی را، نفلی را اجرا میکنم. اینچنین برادران، اخلاص در عمل که چیزی مهمترین است. اخلاص در عمل مهمترین است. و همین سبب در خواندن قرآنتان اخلاصی به الله سبحانه و تعالی را داشته باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما حاضر نو حدیث را گفتیم، انشالله حاضر بر دست شروع میکنیم به درس امروزه. حدیث امروزه را بگفتیم و بار دیگر میتوانیم مختصر تکرار بکنیم که کسی که قرآن میخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که قرآن میخواند در هر یک حرفش یک پاداش با اون نوشته می شود و این پاداش ممکن است که و این نیکی و این پاداش ممکن است که به 10 برابر ضرب زده شود، یعنی که 10 درجه زیادتر شود و این به سبب اخلاص هر یکی ماست. و این سبب در خواندن قرآن اخلاص خداوندی را پیشه کنید، یعنی که تنها برای رازگی او بخونید و نه برای شهرت افتاد، نه برای منفعت این دنیا، نه برای که شما را تعریف کنند، تنها برای رازگی الله سبحانه و تعالی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله بعد از 2 دقیقه دیگر منتظر باشیم و درس امروزه را شروع میکنیم. از درس های قبلی سوال باشد مرحمت. السلام علیکم برادر، شما تعلیم دین را در کجا تحصیل گرفته اید اگر سر نباشد؟ ما تعلیم دین را در شهر قزان جمهوری تتارستان در مدرسه محمدیه اگر دانید همونجا را 5 سال خوانده تمام کردیم. مدرسه محمدیه اگر دانید مدرسه را ما خوانده الحمدلله تمام کردیم. طبق مذهبی حنفیه، یعنی که ما حنفی مذهب هستیم. آماده باشید، درس امروزه را شروع میکنیم انشاءالله. چون در لوحه معلوم است که درس امروزه ما درس حرفهای قلقله است. کتاب های خود را کشاید، کسی که کتاب داشته باشد و کسی که نداشته باشد کتاب. باری دیگر میگویم که کتاب تجوید را تجوید سوال جواب تاجیکی را میتوانید در پلی مارکت بفرارید، اسکچت کنید، هست در آنجا برای کسانی که نمیدونند. این کتاب تجوید به تجوید قاعده های قرآن با زبان تاجیکی در پلی مارکت فرار در آنجا هست اگر کسی که نداند. انشاءالله درس امروزه را شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم انفعنا بهذا العلم فی دارین. خداوند نفع فایده این علم را در این دنیا و آخرت بر ما نصیب گردان. بسم الله الرحمن الرحیم. آماده باشید، دفترهای خود را گیرید، قلم های خود را گیرید. ممکن است که جاها را
بعضی مثال ها رو بنویسید تا به شما فهمو باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال: حرفهای قلقله چند تا است؟ جواب 5 تا. قا، تا، ب، جیم، دل. این 5 حرف قلقله می باشند. قا، تا، ب، جیم، دل. ببینید حرف رو. این حرف رو باید شما از یاد دانید. قا، تا، ب، جیم، دل. شما می توانید از این حرف ها کلمه سازید، کلمه قطب و جد، و این کلمه را حفظ کنید. قطب و جد، قا، تا، ب، جیم، دل. وقتی که شما این کلمه را حفظ کردید، همه وقت در یاد شما این 5 حرف هست. قطب و جد، قا، تا، ب، جیم، دل. سوال دیگر: قلقله چیست؟ قلقله چیست؟ حاضر من به شما میفهمونم، بعد جوابی کتابی رو میخوانم. قلقله این یعنی که حرف را، این 5 حرف را که کمی به آوازی پیش دادن، یعنی کمی در کدام حالت پیدا می شود؟ در حالتی که ما زبان را از مخرج این حرف ها تیز می گیریم. ببینید مثال: حرف قا، اق، اق، اق. قفای زبان ما به پشت کام می رسد. اق، اق. اگر ما داریم اق، قلقله نمیشه. به همین سبب ما تیز بعد از تلفظ حرف قاف زبان رو تیز میگیریم. در این حالت قلقله پیدا می شود. اق، اق. مثال دوم: اط، تا. حرف تا، مخرج حرف تا سری زبان ما در پیش کام می رسد. تا، تا، اط. به همین سبب زبان رو از کام بعد از تلفظ حرف زبان رو از کام تیز میگیره و قلقله به وجود می آید. ات، ات. اگر زبان رو داریم ات نمیشد قلقله. به همین سبب بعد از تلفظ حرف تیز زبان رو میگیریم. ات، ات. حرف بعدی حرف ب. حرف ب. وقتی که مخرج حرف ب این لب ها هست. وقتی که حرف ب رو تلفظ کردیم لب ها رو تیز میکشیم. اب، اب. ببینید اب. اگر من لب ها رو دارم تا قلقله نمیشد. اب نمیشد قلقله. ببینید تکرار بکنید. اب. اگر لب ها رو تیز نکشید قلقله نمیشود. به این سبب لب ها رو تیز کشیدن نکنید. اب، 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 اب. به همین سبب یکی در مخرج رو تلفظ کردید تیز از مخرج میگیرید، یا زبان رو یا لب ها رو. اون حرفایی که به زبان داخل دارن زبان رو، و این حرفایی که حرف ب که به لب داخل دارد لب رو تیز میکشیم. حرف بعدی حرف جیم، ج، اج، اج. این بین زبان در کام میرسد. به همین سبب اج، اج، اجمعین، اجمعین. اگر شما دارید اج میشد این خطا. به همین سبب تیز میگیریم. اج، اجمعین. حرف دیگری حرف دل، دل. حرف دل، مخرج حرف دل این سری زبان با پیش کام میرسد. به همین سبب زبان رو تیز از کام میگیریم. اد، 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 اد. بله امروز خیلی کم، اینه که ما اعلان نوشته بودیم، نمیدونم به چی سبب کم هست. باز پیوست شدن الحمدلله. دوامش ما اینه که فهمیدید، به همین شما فهمو شد اینه که به چی طور حرف قلقله به وجود می آید. به شما فهمو شد اینه که از مخرج تیز گرفتن زبان، یا که یک حرفی که به حرفهای لب داخل دارد، حرف ب، تیز گرفتن لب ها. این اگر به شما فهمو شد باشد ما با کتاب باز میگردیم. در کتاب چی نوشته شده است؟ قلقله چیست؟ قلقله چیست؟ قلقله چیست؟ جواب رو ببینید.
اگر حرفهای ساکندار قا، تا، ب، جیم، دل، ببینید من ساکن گذاشتم که تا شما بفهمید که اینها با ساکن باشه، ساکن آیند بعد می شود، این بعد قلقله می شود. اگر اینها بی ساکن آیند قلقله نمی شود. یعنی که اگر حرفهای ساکندار قا، تا، ب، جیم، دل باشد، ساکن او را کمتر به علامت پیش، یعنی که او مائل کرده خوانده می شود. لیکن او نمی گوییم. ابو، ادو، اقو نمی گوییم. فقط کمتر میل می شود. اق، اط، اب، اج، اد، یعنی که زبان را تیز از مخرج می گیریم. بعد از تلفظ حرف زبان را تیز از مخرج می گیریم. قاعده قلقله به وقوع می آید. مثال، در اینجا مثال ها هستند. مثال اقترب، اقترب، اقترب. ببینید حرف قاف حرف قلقله است. اقترب، اقترب. من اینجا ببینید. اقترب حسبتم، اقترب حسبتم. من حرف قاف با سکون آمده است، قلقله می شود. اقترب. در اینجا حرف ب با سکون آمده است، قلقله می شود. حسبتم، حسبتم. در اینجا حرف دال با سکون آمده است، قلقله می شود. احد، احد. در اینجا بک و دال سکون قطعی آمده است، قلقله می شود. صامد، صامد. در اینجا حرف قاف بله، در اینجا حرف قاف با سکون آمده است، قلقله می شود. فلق، فلق، فلق. برادران، آن چیزی که در این کتاب نگفته شده است حاضر ما میبینیم. در مسئله حرف قلقله در اینجا کوتاه آمده است. یک چیز رو من به شما بگویم از کتاب های دیگر که قلقله به دو گروه تقسیم می شود. یکم کبرا، قلقلة الکبرا نام دارد به زبان عربی، یکی قلقله بسیار بسیار قلقله می شدگی، و دویمش قلقلة الصغرا یعنی قلقله میده، یعنی که میده کمتر قلقله می شدگی. به چی سبب؟ بازی من به شما این رو می فهمونم. اعتبار بدهید. باری دیگر به شما می گویم قلقله به دو گروه تقسیم می شود. یکم کبرا یعنی که قلقله کلان، قلقله بسیار. دویم قلقله صغرا، قلقله میده، یعنی که قلقله میده. اکنون به شما میگویم در کدام حالت قلقله کلان می شود، در کدام حالت قلقله میده می شود. با اعتبار گوش اعتبار بدید. اگر در آخری، اگر حرف قلقله، من این حرفای قلقله، این 5 تا حرف، اگر یگان تا از این حرف قلقله در آخری کلمه آید، این در این حالت قلقله در آخر کلمه آید و ما در اینجا بیستیم، یعنی که سکون بکنیم، قلقله کبرا می شود. و مانند قل هو الله احد، احد. ببینید قل هو الله احد. بعد از حرف دال، ما حرف دال حرف آخری کلمه است و ما در اینجا می ایستیم چون آخری آیت است. قل هو الله احد. این می شود قلقله کبرا یعنی قلقله کلان. دویم آیت الله الصمد، بازم حرف دال حرف آخری کلمه آمد و ما در اینجا می ایستیم و این قلقله کبرا می باشد. صمد، الله الصمد. قل اعوذ برب الفلق. بعد از کلمه حرف قاف حرف قلقله است که در آخر کلمه آمد و ما در اینجا ایستادیم، این هم قلقله کبرا می باشد. قل اعوذ برب الفلق.
این بود قلقله کبرا، یعنی قلقله کلان. دیمک بعد قسم دوم میگذاریم که قلقله صغرا نام دارد، یعنی قلقله میده. این در کدام حالت؟ این در حالتی که حرف قلقله اگر در بین کلمه آید، ببینید در بین کلمه حرف قاف در بین کلمه آمده است، حرف ب در بین کلمه آمده است، یا که حرف قلقله در آخر کلمه می آید و ما در اینجا نمی ایستیم بلکه آیت را دوام داده می خوانیم. در این حالت هم قلقله صغرا یعنی قلقله میده می آید. ببینید من حاضر مثال ها را به شما می خوانم، به شما فهم می شود. اقترابه، اقترابه یعنی که حرف قاف قلقله است، ولکن از این قلقله احد دیده کمتر، میده تر است، خورتر است، به سبب اینه که در بین کلمه آمده است. به سبب اینه که در بین کلمه آمده است. اگر در اول کلمه، در آخر کلمه می آمد به مثل احد، صمد، فلق، قلقله کبرا می شد. به سبب که در بین کلمه آمده است حرف قلقله، در اینجا قلقله صغرا یعنی قلقله میده می باشد. اقترابه شما حس کرده استاده؟ اق یکی میده است، احد بسیارتر است، احد، اق، اق زیست کم در اینجا کمتر است، اینجا بسیارتر است. احد، اق، اقترابه، اقترابه. مسئله دوم حرف ب حرف قلقله است، با سکون آمده است، قلقله است و در بین کلمه است نه در آخر. به همین سبب این هم قلقله صغرا یعنی قلقله میده می باشد. حسیبتم، 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 حسیبتم. اگر یگان سوال دایر به این قلقله کبرا و صغرا باشد مرحمت سوال بدهید، بعد درس رو دوام میدهیم. فهمو شد؟ یعنی که آن چیزی که در این کتاب نیست، در این کتاب مسئله قلقله کبرا و صغرا نیست، من به شما فهمانیدم. اعلان رو ما نوشتیم، اعلان رو ما نوشتیم. بعضی برادرها که لایک موندن بودید دیدن. فهمو شدین قلقله کبرا و صغرا. نه هر روز نمیشد جوانان تجیکه، هر روز درس نمیشد، هر روز وقت نیست است. آن روزی که درس میشد ما 3-4 ساعت پیشتر اعلان می نویسیم و همین اگر در کانال ابونه باشید این اعلان به شما می رسد. سلامت باشید. مثال دیگر رو ما به شما نشان میدهم که مثال دیگر رو ما به شما نشان میدهم. این هم خیلی مثال مهم به این قاعده قلقله می باشد. اینه که اگر حرف تشدید دار، حرف قلقله، حرف با تشدید آید چی خیلی خوانده می شود؟ اگر قلقله با تشدید آید ببینید اینه که قلقله او زیاد کرده می شود. اول ببینید اینجا مثال است در سوره مسد یا سوره تبت ما میگوییم در یکم آیتش در آخر یکم آیت چنین آمده است و تب. ببینید حرف ب با حرف ب در اینجا چون ما می ایستیم، چون ما وقف میکنیم می ایستیم، حرکت حرف ب به ساکن مبدل می شود و حرف ب دو تا تشدید داره، یعنی دو تا خوانده می شود. به همین سبب اول ما باید حرف ب را دو تا بکنیم بعد قلقله. چونین ببینید و تب، یعنی اگر شما و تب خونید و تب
اگر شما وطب بخونید خطا است. برای اینکه باید شما اول حرف ب را دو تا بکنید بعد قلقله بخونید. وتب تبت ید ابی لهب وتب وتب تبت ید ابی لهب وتب. دویم آیت تبت ید ابی لهب وتب. اگر آزمان به شما این رو بفهمم که یکم آیت فقط در یکم آیت فقط در یکم آیت که حرف ب با تشدید آمده است، یعنی که دو تا کرده آمده است. به همین سبب در اینجا ما داشته میخوانیم، یعنی اول حرف رو دو تا میکنیم بعد قلقله میکنیم که این از همه قلقله بزرگ میباشد. این از همه قلقله بزرگ به حساب میرود به سببی که حرف دو تا خوانده میشود. این بود یکی از مسئله های قلقله. اگر آیت های بعدی این سوره مسد رو ببینیم، آیت دویم ما اغنا عنه ماله و ما کسب. چون کسب، کلمه کسب در بالای حرف ب تشدید نیست، در اینجا قلقله خردتر می آید نسبت به این تشدید رو اگر نظر بکنیم خردتر می گوید. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. در اینجا و تب. این مسئله هم فهمو شد. اگر این مسئله فهمو باشد با یک موضوع دیگر می گذاریم که قاعده قلقله رو خوب فهمو باشد. با یک مسئله دیگر می گذاریم که با این قاعده قلقله رفت دارد. یکی سه خطاگی در این قاعده اکثریت مردم، اکثریت شخصان در وقت خواندن تلفظ قلقله سه تا با سه خطاگی راه می دهند. کدام خطاگی ها؟ این خطاگی ها هم در این کتاب نیست، در دیگر کتاب ها ما گذاشتیم. به همین سبب شما می فهمانم بنویسید اگر قلم و روچکه داشته باشید. یکم خطاگی این که در حرف قلقله یگان حرکت داخل میکنند و مثل قل هو الله احد یا که قل هو الله احد. نه این خطا است برادران. ما یگان حرکت او داخل نمی کنیم، فقط زبان را از مخرج تیز میگیریم. احد این از قلقله میشه، یعنی که صدا میدهد. این چی صدا میدهد؟ احد صدا میدهد. این چی صدا میدهد؟ احد است، یعنی که صدا میدهد، آواز صدا میدهد، یعنی که این یگان آواز اضافه نیست است. برای همین یکمین خطاگی که بیشتر انسان ها این خطاگی را میکنن، این به حرف قلقله یگان حرکت یا حرکت او داخل کردن. باز میخونم به خطاگی قل هو الله احد الله الصمد. این خطا است. به همین سبب ما حرکت داخل نمیکنیم، ما فقط زبان رو تیز از مخرج میگیریم. قل هو الله احد الله الصمد. زبان رو تیز از مخرج میگیریم، قلقله میشود. خطاگی یکم این بود. خطاگی دویم در بالای این حرفای قلقله همزه و سکون ماندن. یعنی چی خیل؟ شما میدونید که همزه اگر با سکون آید، دویم خطاگی بود. یکم خطا ما گفتیم که یگان حرکت ماندن. دویم خطاگی در بالای حرفای قلقله همزه و سکون ماندن. شما میدونید که اگر همزه با سکون آید، این یعنی که کمی داشته میخوانیم. مؤمن، مثال مؤمن، یؤمنو، یعنی که همزه با سکون آمد، ما یعنی که با روسی میگویم که پاوزه، داشته میخوانیم. به زبان عربی این رو وقف گویم، یعنی که
می داشته نفس نکشیده دوامش میخونیم مؤمن. به همین سبب یکی از خطاگی این می باشد که برادران چنین میخوانند. ببینید قل هو الله احد، اینه که تیز می ایستند. قل هو الله احد الله الصمد. بعد از حرف تلفظ کردن حرف د تیز می ایستند، یعنی که حمزه رو با سکون می آورند. الله الصمد قل هو الله احد. این خطا می باشد. به همین سبب ما باید آواز رو نداریم، ما باید آواز رو سر بدهیم. قل هو الله احد الله الصمد، یعنی آواز رو ما سر میدهیم. و سیوم خطاگی که اکثریت برادران به این خطاگی راه میدهند، این حرف قلقله رو داشته خواندن، یعنی که دراز کرده خواندن. به مثلی گوش بکنید قل هو الله احد الله الصمد. این هم خطا می باشد برادران، یعنی که ما حرف قلقله رو دراز کرده نمی خونیم، این خطا است. برای همین حرف قلقله رو یک حرف خوانده سر می دهیم. قل هو الله احد. این طرز درست خواندن است. اگر کسی که چنین بخواند قل هو الله احد الله الصمد لم یلد، این خطا است. برای همین حرف را ندارید. فهمیده شد؟ حرف را نمیداریم، که در این حالت حرف را میدارند و حرف را که دراز کرده میخونن، دراز میکنن. احد صمد، این خطا است. باید چنین خوانیم احد صمد. برادر چی کار بکنیم که قلقله ما درست، اینه که خطا نشود؟ برادر گوش بدهید، من در اولی درس گفته بودم بعد از تلفظ حرف زبان را تیز از مخرج میگیریم. ببینید مثال مخرج حرف دل این سری زبان به کام میرسد. بعد از تلفظ حرف دل زبان را تیز از کام بگیرید، تیز بگیرید، این قلقله می شود. احد، اگر دارید احد، این خطا می شود. برای همین تیز بگیرید زبان را. احد صمد، یا که حرف ب که حرفی از لبها می براید. و تب فهمه شده؟ باید تیز زبان را از مخرج بگیریم یا که لبها را تیز بکشاییم در حرف نسبت به حرف ب. اب اگر داریم اب گوییم، این خطا است. اب برای همین تیز لبها رو میکشیم. اب اج اق اد. به فکرم فهمه شد. به همه این قاعده فهمه شد. قاعده درس امروزه سوال باشد مرحمت سوال بگیرید. قاعده امروزه که قاعده حرف‌های قلقله بود به همه شما فهمه شد. سوال باشد مرحمت. سوال نباشد به همین درس را به آخر میرسیم. قاعده درس سوال ها است. ساکن برای چیست؟ ساکن برای چیست؟ خوب گوش بدید. ساکن برای چیست؟ اینه که هر یک حرف عربی، هر یک حرف دارای 3 حرکت باید باشد. ا ای او که آن را زیر و زبر پیش می نامند. اگر این حرف ها زیر و زبر پیش نداشته باشند این علامت را
ساکن عوض میکند. این سه علامت را ساکن عوض میکند. به همین سبب ساکن اگر بار دیگر اگر حرفایی که سه علامت ا ای او را نداشته باشند ساکن آنها را عوض میکند. و یک دیگر رو من به شما نسبت این قاعده بفهمانم که برادران و خواهران عزیز یک چیز رو فراموش نکنید. این حرف ها اگر در آخری کلمه آیند ممکن است که حرکت قطعی آیند ولیکن به سبب آنه که در آخر کلمه وقتی که ما می ایستیم حرکت به ساکن مبدل می شود قاعده اخلاب برپا می شود. مثال شما بینگرید سوره اخلاص یکمین آیت ببینید سوره اخلاص یکمین آیت چی نوشته شده است؟ قل هو الله احد. ببینید احدون است. وقتی که ما در آخر این کلمه می ایستیم همین تنوین اون به ساکن مبدل می شود. به همین سبب ما می خوانیم قل هو الله احد. اینه که قلقله می خوانیم. به همین سبب برادران این حرف ها گاه با ساکن می آیند و گاه اگر در آخری کلمه آیند گرچنده که حرکت داشته باشند هم حرکت به ساکن مبدل می گردد. در آخری کلمه آیند این حرکت به ساکن مبدل می گردد. مثال قل هو الله احدون نوشته شده است ما می خوانیم قل هو الله احد. آیت دویم را بینگرید الله صمدو نوشته شده است صمدو ولیکن که ما بعد از این آیت در اینجا در آخر کلمه ما می ایستیم همین حرکت او به ساکن مبدل می شود برای همین قلقله می شود و می خوانیم الله الصمد. این هم به شما فهمو شد. یعنی که اگر این حرف ها در آخری کلمه آیند و ما در آنجا ایستیم همین حرکت ها به ساکن مبدل می شوند. این قاعده هم به شما فهمو شد. اگر نتفته باشد قرآن را بکشید و یکم آیت را ببینید در اونجا قل هو الله احدون نوشته شده است و با سببی که ما در آنجا می ایستیم همون اون به ساکن مبدل می گردد. و علیکم السلام و به شما هم انشاءالله. بسم الله. اگر سوال ها باشد نسبت درس امروزه بسم الله سوال بگید، نباشد با همین درس را به آنجا می رسانیم. سوال ها هستند؟ فهمو شد؟ همش فهمو شد؟ به همه شما فهمو شد؟ و علیکم السلام. وظیفه خانگی را به شما می دهم. از سوال این برادر را می خونم. جوانان تجیکه برادر در آیت های کلان اگر نفس تمام شود ساکن ممکن است در بین آیت. بله برادر در بین آیت ایستادن ممکن است. اگر شما در بین آیت در آن جایی که علامت های وقف یعنی که علامت های ایست هستند بی ایستید شما دوام آیت را خوانده می بروید و اگر شما در جایی که ایستید که علامت های وقف نباشند شما دو کلمه به پیش رفت به قفا رفته باز خواندن را دوام داده می روید. فهمو شد؟
علامت های وقف و انشا رو ما میگذاریم که جیم میده هست، صاد میده هست، قاف میده هست. اگر اینها علامت های ایست هستند، علامت های ایستادن هستند، اگر در راست این علامت ها بیستید، شما دوام آیت رو خوانده میبرید. اگر در جایی که ایستید که این علامت ها نباشند، شما به دو کلمه قفا رفته باز خواندن رو دوام داده میبرید. باز سوال باشد مرحمت. اویدی در سوال باشد مرحمت. در تلفن کتاب قرآن باشد ممکن است یعنی که به حاجتخانه در آمدن. برادر، قرآنی که در تلفن ها هست، این حکم قرآنی که کتاب است حکم این را ندارد. به همین سبب بهتر میشد که در بیرون بمانید و اگر اینکه در بیرون ماندن علاج نباشد، اگر تلفن را دزدن، اینه که تلفن را اینکه قرآن را نکشاده، قرآن را اینکه برنامه قرآن را محکم بکنید که تا در روی اکران نباشد و در کیسه خود مانده درآید. چون این آنچه که در تلفن های ما هست این حکم قرآن را ندارد. باز میگم که اگر علاجش باشد در بیرون مانید خوبتر است. اگر بدانید که نه در بیرون میدزدند، یعنی که جای ماندن است، یعنی که در کیسه خود مانده بدرآید. مهربان استاد، همین 5 حرف قلقله در کجایی که آیند کشیده کم است؟ کشیده نه، در کجایی که نه، در کجایی که اگر این حرف ها در بین کلمه با سکون آیند قلقله کرده می شوند و اگر در آخر کلمه آیند و ما در آنجا ایستیم هم قلقله خوانده می شوند، چون در وقت ایستادن حرکت این حرف ها به سکون تبدیل می شود و ما قلقله می کنیم. سلامت باشید. قرآن رو خوانیم یا گوش کنیم ثوابش یک است. گوش کردن هم ثواب دارد، ولیکن قرآن رو کشاده، خوانده، نظر کرده، این ثوابش بسیارتر است. والله اعلم، خداوند داناتر است. بود اینکه در گوش کردن قرآن هم ثواب است. و به شما توصیه میدم که به میشد که قرآن رو بکشید و گوش بکنید، یعنی ببینید که حرف ها رو چه خیلی تلفظ کرده ایستادن و این برای شما درس هم می شود. وظیفه خانگی به همین شما سوره اخلاص و سوره مسد را، سوره تبت را در خانه بخونید و این قاعده ها را خود بیابید. حرکت بکنید که این قاعده هایی که امروز داشتیم، قاعده های قلقله را که در کدام آیتی که می آید خود بیابید. و بهتر میشد که در دفتر بنویسید و در آنجا، چون ما به شاگردانی که درس میدیم در مدرسه این چنین وظیفه میدیم که تا بعد از هر یک درس آنها سوره رو می نویسند، قاعده های تجویدی رو علامت اشاره میکنند و آمدن نشان میدن. و چون شما که دور هستید، شما که دفترهای خود رو به ما آوردن نمیتوانید، اینکه خود این کار رو اجرا بکنید، که خود در پی این کار رو اجرا بکنید، میتوانید سوره رو بنویسید و قاعده ها رو یک یک بیابید. انشاءالله بهتر میشه. سلامت باشید. فی امان الله. جزاکم الله خیرا که امروز در درس اشتراک کردید. با همین درس امروزه را به انجام میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركة وقاضي الحاجات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء الله شما هم دعا بگوید در حق ما هم ان شاء الله در حق شما دعا میگویم. با همین درس این روزه را به آخر برسانیدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین آمین. سلامت باشید، سلامت باشید. انشالله دعاگو باشید. ما هم دعاگوی شما هستیم انشالله. خداوند فایده این علم را بر ما در این دنیا و آخرت برساند تا که کتاب خودش را، کتاب الهی را، کتاب آسمانی را با قاعده های تجویدی بخوانیم و رازیگی او پروردگار را دریابیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.